برای دوخت یقه شکاری ما از این الگویی که داریم 2 تا باید داشته باشیم و شروع میکنیم به دوخت. خب روی پارچه رو میذاریم به روی پارچه به این صورت. خب بعد موقعی که میخواییم بدوزیم یک طرف، یعنی این قسمت بالای کار رو من همیشه اول میدوزم. شروع کنیم به دوختش با همون حق درز 1 سانتی که گذاشته بودیم، با همون حق درز میدوزیم. حتی میتونیم 1 میل هم کمتر بدوزیم. خب اول کار قایم دوزی میکنیم. وسط در وسط رو الان شما در نظر بگیرید 0.5 سانت لایه زیری، خب که قرار هست سجاف لایه روی قرار بگیره، میکشیم بیرون. به این صورت دوختمون رو ادامه میدیم. اینجا دیگه ملاک حق درز ما لایه زیریه، نه لایه روی. خب الان این قسمت میخواد سجاف ما قرار بگیره. خب وقتی میخواد سجاف قرار بگیره، بنابراین حق درزها رو ما باید بخوابونیم به سمت سجاف. این سجاف جفتشون هم لایه حریر دارن. میتونست لایه سجافی ما یه لایه کاغذی اضافه هم داشته باشه در موارد خاص، اما ما الان نزدیم. میتونه این برگرده، در کارهای ضخیم اون کارو میکنن. این میتونه برگرده، حق درزو برمیگرده به سمت سجاف. خب و از این بالا نیشکار میخوره. این حرکتی که ما انجام دادیم به خاطر این بود که وقتی لایه زیری یقه در زیر قرار میگیره مسافت کمتری نیاز داره نسبت به لایه رویی که میخواد به اون دور بزنه، روی اون دور بزنه. حالا کارمون تموم بشه متوجه میشید. به خاطر همین ما پله‌ای کار کردیم و یک لایه رو بلندتر از لایه دیگه دوخت زدیم. این قسمت حق درزها به سمت سجاف باز خوابوندیم، نیشکار زدیم، بازم میخوابونیم تا میزنیم، میذاریم زیر چرخ. خب میدوزیمش تا لبه. درز به سمت خود سجاف خوابیده، یه طرف حق درز رو برعکس میخوابونیم ما و این اضافات رو اینجا میتونیم حتی بزنیم. درسته؟ بعد دستمون رو بریم داخل و برش میگردونیم به این صورت. بعد از اینکه برگردوندیم اصلا یه مقدار گوشمون رو حرکت بدیم خودش تیز میشه، اصلا نیاز به قیچی نیست. حالا اگر هم نیاز بود که ما قیچی، نخی اضافه رو من بزنم اینجا، اگر هم نیاز بود که ما قیچی بذاریم، ببینید اگر هم نیاز، این خودش تیزه الان، ولی اگر هم نیاز بود قیچی بزنیم، قیچی رو ما مثل این طرف، ببینید قیچی رو ما به سمت راسته کارمون فشار میدیم. ببینید به سمت راسته میدیم، اینطوری غلطه. به سمت راسته. ببینید من فشار دادم، گوشه اومد بیرون و تیزه تیز شد. حالا الان اتو میکنیم. میتونی برای دوخت یقه شکاری به لباس، این خود یقه که آماده شد، برای دوخت یقه شکاری به لباس اولین کاری که میکنیم میاییم سجافای سرشونه های سجاف پشت و جلو رو به هم میدوزیم. گوشه گردن رو باز با هم دیگه جفت میکنیم، یه سوزن میزنیم اینجا. ببینید این طرف باز همینطور. ببینید به این صورت محل نقطه هایی که باید به هم متصل بشن، حتی بدون اینکه چرت داشته باشیم ما داریم کار میکنیم. حالا یه خورده که حرفه‌ای میشیم دیگه اصلا چرت هم نمیزنیم، ولی غیر حرفه‌ای ها این مسیرها رو چرت میزنن و تا کم کم چشمشون عادت بکنه. الان سرشونه ها کاملا به هم دیگه دوخته شد، سرشونه های لباس. خب باید اتو کنیم. سرشونه های سجاف هم به هم دوخته شد، اینا رو هم باید اتو کنیم. ببینید کاری که باید بکنیم اینه که سجاف قسمت وسط جلوی کارو، ببینید از بالا تا پایین این قسمت رو باید سجافش رو بدوزیم. بعد دوباره تا اون جایی که یقه میخواد سوار بشه سجاف رو به صورت کامل وصل میکنیم. اون جایی که میخواد یقه وصل بشه فعلا نمیدوزیم. من الان از همین موازنه ای که اتصال یقه به سجاف هست شروع میکنم به دوخت و میرم پایین. اینجا نقطه موازنه مونه. ببینید
این مسیره. ببین نقطه رو من پیدا کردم، باز دوباره اینجا همینطور این مسیر نقطه رو پیدا کردم. ببین اینا دقیقا روی هم قرار میگیره و شروع میکنیم به دوخت. سوزن داخل. وقتی سوزن رو داخل گذاشتیم یعنی بقیه کارمون رو تنظیم میکنیم. یعنی این خیلی مهمه که ما با سوزن پایین کار بکنیم و با هم محقق درز 1 سانتی متر این دو طرف رو با هم جفت میکنیم و میدوزیم. ما هر دو طرف رو اومدیم سجافش رو دوختیم تا کجا؟ تا اون قسمت هفتی هم که توی یقه هفتمون بود تکمیل تا سر چرتش سقایی میزدیم و دوختیم. از اینجا به بعد الان آزاده. ببین دور یقمونه، قسمت پشت و قسمت جلو طرف مقابلم همینطور، طرف مقابلم سجافمون رو دوختیم تا سر چرت. این قسمت جاییه که باید این یقه شکاری ما بینش قرار بگیره. وقتی یقه شکاری رو ما به اصل لباس میخواییم بدوزیم یعنی اینکه قسمت نیشکار خورده زیر میخواد بره و قسمتی که نیشکار نخورده به این صورت برمیگرده رو. ما اون نیم سانتی که قبلا گذاشتیم اگه یادتون باشه به خاطر این بود که ما لایه رویی رو بزرگتر گرفتیم که الان وقتی برمیگرده از اینجا نکشه بالا. خب این هم متوجه شدید. در لباس‌های نازک ما دو لایه یقه شکاری رو با هم وسط در وسط با پشت جفت میکنیم. الان این شد 3 لایه. درسته؟ 2 لایه خود یقه است، 1 لایه هم اصل لباسه. وسط کار رو جفت میکنیم. نقطه موازنه ای هم که داشتیم باز میایم یقه شکاریمون رو میذاریم همونجا. خب سوزن میزنیم که کاملا جفت شه با کارمون. این طرف هم همینطور. این طرف هم باز میایم یقه شکاری رو میذاریم به سر کار. خب به این صورت ببینید دقیقا در کنار سرقایه میمونه، سرقایمی که زدیم. یه دونه سوزنم اینجا میزنیم. خب بعد از اینکه سوزن رو زدیم میتونیم این خود یقه رو اول به لباس بدوزیم بعد سجافش رو بدوزیم. میتونیم هم 4 لایه رو با هم بدوزیم، یعنی سوزن زدیم اینم دوباره سوزن بزنیم و با هم بدوزیم. با هم بدوزیم به نظر من بهتره. یعنی الان اینجا رو میبینید سر شانه باید بیاد به اینجا وصل بشه. وقتی دقت میکنید میبینید انگار یقه بزرگه به این لباس. هیچ اشکالی نداره، شما اینو بکش بیار سر جاش، خودشون با هم جفت میشن و اینی که لباس یه مقدار خورد بخوره باعث میشه یقه ما خیلی بهتر برگرده و قشنگتر قرار بگیره تو تنمون. ببینید الان از این گوشه به این گوشه رو که وصل کردم اگه دقت کنید وسط اینم گوشه است، یه تکونش میدم. ببینید این از سر جای خودش میکشم بالا. خب اینا دیگه تو خود هم دیگه جا میافتن و یک مقدار لباس اگه میبینید داره خورد میخوره هیچ عیبی نداره. این الان کاملا فیکس هم دیگه هستن. حتی برای کسایی که مبتدیان میتونن وسط کارم دوباره یه سوزن بزنن. اینجا وسط کار یه دونه سوزن بزنن بعد بذارن زیر چرخ. خب پس من اول سوزن زدم به خود یقه شکاری که دوخته بودم و قسمت اصل لباسم. حالا میخوام بیام خود سجاف هم من سوزنا رو زدم آماده. الان میام خود سجاف هم میذارم وسط در وسط چون یقه ما بین سجاف و اصل لباس قرار گرفته دیگه. خب حالا دوباره ببین سرشون اینجا سرشون یه ذره باز شده، سرقایمی نزده بودیم، اشتباه کرده بودیم، محکمش میکنیم. خب ببینید الان دوباره من کلو به این صورت انجام میدم و سرشونه با سرشونه باید جفت باشه که همینطوره. سوزن رو برمیدارم به 4 لایه با هم میزنم. اینجا هم همینطور از این وسط برمیداریم 4 لایه رو با هم سوزن میزنیم. این لبه کار رو میبینید اینجا یقه ما میخوایم یه بند اینجا یقه بذاریم که وقتی بسته میشه یقه رو دکمه ها رو میبندیم این بند هم حالت پاپیون ایجاد بکنیم. این بند رو ما از قبل آماده کردیم به پهنای 1 سانتی متر. ببینید میذاریمش اینجا. خب از این طرف ببینید میکشیمش بیرون اینجاست. درسته؟ خب
بند رو تو همین گوشه قرار میدیم، توی همین گوشه دقیقا. خب میتونستیم تو این راسته قرار بدیم، میتونیم هم تو راسته یقمون قرار بدیم و اینجا که قرار بدیم خیلی قشنگ خودش رو نشون میده که انگار از زیر یقه در اومده. حالا شروع میکنیم به دوخت. حالا الان یقه دوخته شد، بندم به این صورت از اینجا اومده بیرون که وقتی بند یقه بر میگرده این بند به این صورت اینجا بسته میشه. خب الان دیگه فقط یه حرکت میمونه که اگه ما دوست داشته باشیم میتونیم یه نیشکارم بزنیم به سجافمون که حق درزها رو بکشه به سمت پایین. وقتی حق درزها به سمت پایین کشیده میشن یقه خودش یه پایه خاصی پیدا میکنه. این حسن داره این حرکت. پس من حق درزها رو میدم به سمت سجاف و یه دونه نیشکار میزنم.